سلام علیکم بینندگان گرامی. حاضر ما از یک واقعه به نهایت خوفناک بهر شما قصه میکنیم که جنایتکاری وزین و دست به جنایت زده، دست به آدم کشی زده، آدم ها را به کشته آورده زیر خاک میکنند. حاضر ما شما را با جنایتکار شناس میکنیم. حالا این جنایتکاری میباشد که سال تولدش 1988 جای استقامت ناحیه شهر بغداد از دهه ینگی بازار. این جنایتکار در برآمد در بازی بیلیارد با دوست خودش گفتگو شده او را آورده در اینجا به جنایت رساند. حالا با او سوال میکنیم او از واقعی چیکار شد برای چی این شخص را شما به جنایت به قتل رساندید؟ بیلار بازی میکردیم، من بیلار بازی کردیم، ما را بریدیم فینال شد. در این فینال دام بوی دادم، بسیار نانگم اومد، بسیار کارم کرد، خیلی آوردمش، آوردمش. تو حالا شما در جای واقعه نیست با دست خود اشاره کرده نشان دهید که کجاست؟ چطور با دست نشان میدید؟ این نمیجا آوردمش، این نمیجا دزدمش. پیش بیا نشان میدید دیگه دا چخلی نمیجا دزدمش تا این نمیجا غارشید یا کدمه دیگه دا بلو سر زدم خلاص گرفتم. شما از این کاری که اگرتون منگتون آمده تاجیک را میکشد تو پشیمان نیستی؟ گرم پشیمان